осوده زندگی میکردن و 4 فرزند خود رو در دریای وحش پرتافت. این سببش چی است؟ من راست دیگه وقتی که اینو شنیدم همچون رئیس کمیته در اونجا حاضر شدم. سببش همین بی‌مسئولیتی خودی مردم است. چون که زن 4 تا دختر دارد، مرد زن 4 تا دختر دارد و مرد شوخی آمیز میگوید که هر سال برای من خود دختر تولد میکنه. من یگان نفری را میگیرم که به من پسر تولد کند. از روی عقل سالم این درست نیست. و زن وقتی که چند مرتبه میشنود، دفعه آخری که میشنود دغلانه میگوید مرد، ولی طرف من میگه که معلومه این من شوخی آمیز گفتم، من شوخی کردم. زندگی این شوخی نیست، این شوخی نیست. ولی 4 نفر همون دخترک که من بالای همون کوپری رفته 10 دقیقه ایستادم، میبخشین در 10 دقیقه ایستادگی من 100 ماشین گذشت. همون روزی که همین زن خچه با آب پرتافت روز سرد بود، بسیار خنک بود. به طرفی ببینید که همون زن با 4 دخترک خوردش بالای کوپری که ایستاد، همین قدر ماشینایی که گذاشتن، یعنی که به طرفی بسیار بود در اونجا دیده میشه. و من با 500 نفری که در زال جمع کردم، خودی رئیس شهر من پیشواز گرفت جمع کردن، من صحبت خود را گذراندم. اویلادوری این جای شوخی نیست. یکی از دیگر خوبتر و زیباتر و معیوب نبود. این ناشکری کردن انمون مرد است. ولی امروز وقتی که زن اومد قریب اگر 2 ساعت و 30 دقیقه به فکرم ایستاده است. از روی گفتگوهای اون نفرایی که گرد اطراف من همه را جمع کردم، صحبت گذراندم. در 2 ساعت ایستادگی همین زن 1 نفر نگفته است که خواهر عزیز در همین خنکی سر چی میکوبی؟ ولی شما یک بار دقت این که زن مادر در بطن خود در بالای جگر خود 9 ماه گرفته همین فرزنده میگرداند. وقتی که به دنیا میارد با تمام حسیاتش گوش میکند که وای شنوایش چخیل باشد، بینیشش چخیل باشد، بینایی باشد، یا که گد میزده باشد یا راه میرفته باشد. این قدر زحمت های زیاد میکشد ولی بینیده چخیل جهل وی آوردگی. اینم من اکو گناهگار میکنم زنهایی که باید که با سبک فکری و تیز خلاصه برآوردن راه ندهد. زن اساسا مکتب میونه ختم کرده است و دیگر معلومات دیگر نداشت. ولی در این اویلادوری قدی خسور و خوشتومن و قیسینگیل همه یک جایه به دست. وقتی که دفعه آخرانی که شوهرش همین میگه دغلانه میگه، در برابر این اهل خانواده‌ام همین با تاثیر میرسوند. همین به نظر گرفته همه یه کارهای خانواده گیره به انجام میرسوند. 4 نفر دخترش گرفته در آب میپرتوید که بسیار دهشت است. شما یک بار اندیشه کنید که 2 تا خورده کودکش دوگانی بوده است، هر دوش رو به رو میماند و ریپرش کسی گرفته و یا را میبندد و نخود که همین کودکای خورده پرتافت. 2 تا دختر کلان نگفت که اوچه جان خواهرکم در آب نپرتافت. این بسیار دهشت است. وقتی که من در زال برآمد کرده با تمامی همون 500 نفر اون نفرایی که بی‌طرف بودن در همین کار وقتی صحبت گذراندم، بعد مسافد و کمپیرو در اونجا گریه را گرفتن. نه، ما باید پیش از همه با فهموندگی